رهبری شعبه معارف نویای وحش از نتیجه زحمت استادان و طالب علمان این بارگاه معرفت قناعتمند بوده. مقام مکتب رقم 17 را میان دیگر دبستان ها ارزنده ارزیابی می‌دارد و این همه پیشروی و دستاوردها را از برکت استقلالیت، توجه و غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان ارزیابی می‌دارند. در مؤسسه رقم 17 زیاده 1580 خانه را تشکیل میکند. مؤسسه پورا با کادرهای پداگوژیک تامین است. من در دور اول آزمون خوانندگان ناحیه 11 نفر خواننده مؤسسه سزاوار جای اول گشتند که اینها همه راحت به ولایت و جمهوری دارند. از این لحاظ من گمان میکنم که همه ساله در سیاست پیشگرفته جناب عالی معارف در مد اول باشد. از این رو ما را ضرور است که ما به همه این خدمت‌های بزرگ جناب عالی باید برسیم و نسل آینده ساز ملت را در روحیه و تندرستی اخلاق حمیده انسانی تربیت نماییم. هر قدری که آموزگار به درس با تئوری جدی آید، همان قدر شوق و ذوق خوانندگان به دانش آموزی زیاد می‌گردد. آخر رسالت آموزگار است نسل خودآگاه و خویشتن شناس وطن دوست و ارزنده را به کمال رسانیدن. آموزگاران وظیفه داریم که نسل نورس را در روحیه وطن دوستی، وطن پروری، خویشتن شناسی تربیت نماییم. خوانندگان دبستان در ستایش تاجیکستان وطن مادر پرزیدنت وحدت و یگانگی دولت ملت با یک مهارت خاص شعر را قرائت کرده اندیشه های وطنداری خویش را بیان داشتند. با اقدام و تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشر و دسترس مردم و نسل آینده ساز ملت گردانیدن کتاب تاجیکانی قهرمان تاجیکستان علامه باباجان غفورов و دیگر کتاب‌های مقدس دلیل آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان نسل خودآگاه و خویشتن شناس را در روحیه بلند وطنداری و احترام ارزش‌های ملی به کمال می‌رساند. برای رسیدن به 4 هدف ملی حکومت جمهوری تاجیکستان، تامین استقلالیت پوره انرژتیکی مملکت، برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی، تامین امنیت و خواباری مملکت و صنعتی‌کنی با صورت کشور ما را ضرور است که نسل سزاوار و ارزنده را به کمال رسانیم. رو جانب آموزش فن‌های دقیق، طبیعی، ریاضی، زباندانی بیاریم. در دبستان رقم 17 ناحیه وحش زیادن استادانی که در این سمت به نسل نورس جدی کار میبرند. من مدت 46 سال می شود که با این فن به شاگردان درس می دهم و شاگردان را حرکت می کنم که در روحیه هم وطن دوستی و هم علم دوستی و انسان دوستی تربیت نمایم. از اینجاست که از بس که در نزد دولت 4 وظیفه مهمترینه که پیشنهاد کرده شده است که اینها یکم حل مسئله اوضاع در مملکت، دوم از مباحث کمیونیکاسیونی برآوردن مملکت، سوم الکتریکنی مملکت و چهارم صنعتی کنونی مملکت. بنابر وظیفه اولین درجه ما از آن عبارت است که شاگردان را در روحیه تربیت نماییم که از اینها دانش‌های خوب و شاگردان پیشقدم به وی رسانیم و در ساختن ترقیات مملکت با موفقیت‌های کلان صاحب گردند. نتیجه زحمت سنگین چنین آموزگاران میباشد که شاگردان از فن‌های دقیق دانش خوب دارند. در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 ناحیه وحش بخشیده به جشن مهرهای گوناگون پیوسته جمامت، محفل و واقعه‌های فرهنگی برگزار می‌گردد که طالب علمان در چنین چهاربینی‌ها اشتراکی فعالانه می‌گیرند. آنها سیاست معارف پرورانه پیشوای معظم ملت، غمخواری و توجه حکومت جمهوری تاجیکستان سپاسگزارند. من رجب گلچهره خواننده صنف 10 ب مؤسسه تحصیلات میانه رقم 17 ناحیه وحش میباشم. من از آن شکرگزار هستم چون این پیشوای ملت معظم داریم که با ما همه گونه شرایط تحصیل را مهیا کردند که ما از این شکرگزار هستیم. باوری و اعتماد به فردای درخشان وطنداری و دولتداری، غمخواری به آینده نسل‌های سزاوار و ارزنده در دل شاگردان و استادان دبستان رقم 17 ناحیه وحش مأوا گرفته فتح‌قله‌های نو علم و دانش را بیدار نموده است. سیدزاده شیرعلی، شهرت شیرعلی، جمشید قربانوف، اخبار ناحیه وحش.